Махридин Джалолов, official, является информационным партнером энергетического напитка King Kong Energy. Абдулкарим Бадахши, файтери бародари мо, ҳамзабони мо, тоҷики мо аз Бадахшони Афғонистон. Работа на выходе опасен, да, опасен. Еще колено от Бадахши. Но надо сказать, не Файтҳое ки ту мекунӣ, дар созмонҳое ки ту ҷанг мекунӣ, ҳар кас қудрат намекуна барои дар ҷанг карда дар созмонҳо. Алҳамдулиллаҳ мебироӣ ва ғалаба мекунӣ. Барои чӣ ана ҳамин хуни ҷангӣ дар ту бисёртар аст назар ба дигар файтерҳо аз Афғонистон. کابل میکردم ما بدخشان ما خورد بودیم که از مهاجر شدیم کابل آمدیم. بعد برادر کلانم عبدالعظیم بدخشی و هم یکی از ستاره‌های خوبه. میشناسم در کابل چی طور است حاضر پدر مادرت چی کار میکنه؟ در کابل دیگه Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. Шамс Экспресс более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. دوستان السلام علیکم. در باز با زبان تاجیکی حرف زدگی نبودیم، گپ زدگی نبودیم. امروز فرصت مناسب پیش رو اومد. عبدالکریم بدخشی، فایتری برادر ما، همزبان ما، تاجیک ما از بدخشان افغانستان. خوش اومدی دوستم. با کافه کمی خوش باشین، سلامت باشین. سلام با تیرنرم صالح، با برادر ما، با شما و با همه مردمای تاجیکستان و افغانستان. انشالله که ماه مبارک رمضان با خوشی خوبی سپری کرده باشن. عبدالکریم بگو که کی باز است که تو به مسکو آمدی و با کدام شمال‌ها این طرف آمدی؟ من یاد داشتم تو در کابل بودی روز یک سه ماه پیش در کابل بودی امروز تعمیر می‌کردی. ما 7 ماه میشه اینجا آمدیم. پیش 7 ماه در کابل مشق می‌کردم. بعد اینکه حکومت تغییر کرد تبدیل شد و ما یک چند ماه اونجا بودم. بعد ویزه ما دوستا روان کردن. بعد اینجا آمدم 3 ماه چشنیا رفتم به خاطر مشق. یک مسابقه اونجا کردم که توانستم معرفی خودش کسب بدم. بعد حالا آمدیم بخیر باز در قرنطینه هستم دیگه چند روز بعد بخیر مسابقه مسکو داریم ان شاء الله. اكو میدونی عبدالکریم جان من نمیخوام که تو یک کلمه اساده بسیاری بچهای تاجیک استفاده میبرن ستاره میقپن دو تا سه تا فایت میگذارن ستاره میقپن ای خود میرون. در حقیقتا هم من ترا موافق میکنم با دیگر فایترها از افغانستان. انا تو حقیقتا با مهارت هستی. من فایتایی که تو میکنی در سازمانهایی که تو جنگ میکنی هر کس قدرت نمیکنه برای داره جنگ کرده در سازمانها. الحمدلله میبروی و غلبه میکنی. انا برای چی بگیم انا همین خون جنگی در تو بسیارتر است نظر به دیگر فایترها از افغانستان؟ ما از مخوردرکی هدف می بوده که همیشه یک مسابقه خوب بکنم، یک مسابقه خوب، نه اینکه تنها ببرم. و همیشه خواستیم که یک مسابقه خوب بکنم، مردم لذت ببرم و همیشه پشت کار داشتیم، زحمت کشیدیم. در هدفی که داشتیم آرزو نکردیم، به هدفم سخت کار کردیم، سخت تلاش کردیم و رمز موفقیت همین است که باید به هدف به آرزو نکنی، باید هدف داشته باشی، سخت کار کنی که ان شاء الله به هدفت برسی. ماشاءالله ماشاءالله. در خردسالی در کودکی انا تو چه به همین ورزش اومدی؟ کودکی چطور گذشت؟ ما رشته اول من بود بوکس بود. ما بوکسینگ میکردم. بعد برادر در کابل میکردم. ما بدخشان ما خورد بودیم که از مهاجر شدیم کابل آمدیم. بعد برادر کلانم عبدالعظیم بدخشی و هم یکی از ستاره‌های خوبه. میشناسم و هم یک بایسای خوبه. بله بله. بازو میگه پیش من مشق شروع میکردم تمرین. بعد از اون ما عمو بود الگوی ما بود دیگه. بعد از او زال جور کرد. باز ما را در پالیش گرفت. باز بالاخره شروع کردیم. یعنی در تمام مشق‌ها و در افغانستان که بودم برادرم در کنارم همکاری میکرد. ماشاءالله ماشاءالله. و تقریبا 10 سال میشه که 10 سال نه 8 یا 9 سال میشه که ما رفاهی میجنگم. عین حال با فکرم تو بخت نداری ها؟ فقط غلبه داری. چند غلبات؟ 7-0. 7-0. 7-0 ماشاءالله. حالا که حرفای روسی هم میگی. کم کم. ولی بچه‌های تاجیکستانی ها میگن بعد دیگه یاد میگیری. کم کم یاد میگیریم ان شاء الله. ماشاءالله ماشاءالله. فایت بعدی ما بخیر 28 اپریل است در مسکو در CSKA ارینا. CSKA ارینا همینجا و در سازمان سازمان
توانستیم بعد از اینکه مسابقه چچنیا حریف قدرتمند آذربایجانی خود شکست بدم توانستیم که با ما چانس فرصت از این بوده که ما در ایسی ای ان شاء الله اما استعداد توانایی خود نشان بدیم بخیر و حریف از ازبکستان است خلمراد که 12 برد داره 5 باخت یک نتیجه نهایت حریف به فکرم بخوات است بخوات حریف خیلی خاطر نکنم گوشتین اشتاق سوله همه حریف با تو موفقیت دوستان هموطنان عزیز برادران همزبان ما تاجیکستانیان تاجیکان عزیز من میخوام که این بچه از بدخشان افغانستان است هم زبان ما است هم خون ما است تاجیک ما از اون طرف دریا است من میخوام که شما بین همه کسا این بچه دستگیری کنیم فرق ندارد برد میکنه باخت میکنه مهم اونه که ما و شما بیایم درباری دست جمعونه درباری هم زبان خود هم وطن خود باشیم برادران عزیز ما واقعا ما یک خاطره خوب از که ما همیشه از برادرای تاجیکی خاطره خوش دارم واقعا در مسابقه که در بریف در بلاروس کردم برادرای تاجیکی امروی ما بودن و در جامعه ترینرم از ساله که امروی همیشه بوده و ما یک از قلب پیششون تشکری میکنم رحمت هزار رحمت که همیشه در کنار ما بودن و ما قلبم سپاسگزاری میکنم و ما با عریف همه قدر میگم که ما منتظر توانایی نیستیم که چقدر توانایی داریم ما منتظر هستیم میخوایم که توانایی خود بهتون نشان بدم استعداد من نشان بدم که چقدر من استعداد دارم کمی هم باشه درباره کابل جان با ما کمتر صحبت کن نقل که در کابل چطور است حاضر پدر مادرت چیکار میکنه درباره کمتر نقل با ما در کابل دیگه شکر آرامی دیگه مردم هم خوب دارن خوبتر شده رایستن و پدر و مادر ما فعلا خانه نشین هستن خانه نشین بودن دیگه ما برادرای ما فعلا کار میکنیم دیگه زحمت میکشیم که بخیر و راحت باشن این وظیفه ماست دیگه 5 برادر هستیم یک خواهر داریم دیگه فعلا هم مصروف کاروبار زندگی هستن و برادر دیگه هم که عبدالعظیم است و در هند است در هندوستان و بخیر یک بای داره که با خاطر یو اف سی به خاطر یو اف سی ماشاءالله بسیار باید تاجیک در یو اف سی بسیار خوب میشه ان شاء الله بخیر ان شاء الله انا فرزند اویله داری نه من مجربه پلان داری در آینده که مثلا دیگه پس از همین فایت برای با وطنت و در همونجا اویله دار شوی ولی نمیدونم ایرا خدا میدونه دیگه باش که بخیر می فوکس خودم ذهن خود فعلا طرف مسابقه بگیریم یک دفعه ان شاء الله غالب شیم بعد او را فکر میکنیم ماشاءالله انا موفقیت به تو دوستم برادر عزیز موفق باشی و فکر میکنم روزی فایت تو بسیاری برادر تاجیک میبینن برام دستگیری میکنن انا و باز هم پس از فایت باز یک برنامه دیگر با همراهی تو میگیریم ان شاء الله از تک کسایی که بخیر میان ان شاء الله ما سپاسگزار هستم از قلب خاطر نکنم خسرو جان برادر ما هم در برتای هم وقت دستگیری تام میکنن واقعا ما از پیش از قلب از لالا خسرو سپاسگزار هستم که مثل برادر بزرگ در کنارم است و حمایت معنوی و مالی همیشه ما را میکنه ماشاءالله موفق تشکر دوستان هر یک و یک شما انتظاریم سلامت